السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بین مکه مکرمه و مدینه منوره 410 کیلومتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم با بهترین رفیق خود ابوبکر صدیق رضی الله عنه در آفتاب گرم همه مشکلات را صبر کردند، همه سختی ها را تحمل کردند، از وطن غریب شدند و به طرف مدینه هجرت کردند برای من و تو، برای اینکه دین اسلام برای ما آسان رسد. و اکنون الحمدلله رب العالمین به هر یک تای ما دین اسلام به پررگی رسید، قرآن به پررگی رسید، هر یک شرایع دین به ما به پررگی رسیده است. برای همین صلوات را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش نکنیم. بهترین صلواتی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شود و اجر بزرگ دارد، این صلواتی است که در نماز میخوانیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.